محمد مطوری، بلاگر اینستاگرامی با 1 میلیون فالوور، به جرم حمایت از مردمش بازداشت شد. این حکومت حرومزاده این میگه آزادی بیان. این که ما حتی از هموطنانمون نمیتونیم دفاع کنیم. این که از گرونی نمیتونیم ناله کنیم. این که اعتراض نمیتونیم بکنیم. این که نمیتونیم حقیقت ها رو به زبون بیاریم. این که نمیتونیم بگیم نداریم، نمیکشونیم، نمیرسونیم. این حکومت میخواد که مردم خفه خون بگیرن و هیچی نگن. بچه محمد از من و تو، از جوونایی که داشتن برای آزادیشون تلاش میکردن و کشته شدن حمایت کرد. الانم زیر بار شکنجه است. لطفاً ازتون خواهش میکنم تا جایی که میتونید استوری و تگش بکنید تا این ویدیو به دست اون کسایی که باید برسه. محمد را آزاد کنید.